بسم الله الرحمن الرحیم. امروز من میخوایم براتون یک قسم یک حقاق بروش کنم و بروزم و مشتری عزیز ما امروز قلندام شب ما ندادن، فقط تکر روان کردن همراه امی حقاق و گفتن که همراه تازی لباس بروزیم. خب یه هم تکیشی است که 1.5 متر است و دلام اندازیمش. اول تکی پشت سرش بروش میکنیم، بعدا تکی پیشوشان قدش هم میباشه 27. من اینجا قدش را یک اندازه درازتر میگیرم به خاطر حق دوخت اینا. 29 قدش هم نشانی میکنم و همچنان سر شانه را نشانی میکنم که سر شانهش هم یک اندازه بزرگتر میاید. سر شانهش 9 میباشه، ببینید 9 انچ به این شکل. و بعدش 9 انچ را نشانی کردم و میایم به قد بالاتنش که از بالا تا با قسمت بغل نوپایان میکنیم. بعدا هم 12 نشانی میکنیم که 44 میشه. بغلشان اندازه کلان میگیریم و چون که حقاقو کلانتر بروش میشه. بعدا هم نشانی میکنیم قسمت شانه رو به بغل وصل میکنیم و قد مکمل رو هم دوباره نشانی میکنیم که خطایی که ما قیچی میخوایم بکنیم کج نبیایه و همش یک اندازه باشه به شکل. بعدش همین خطایی را که ما خط اندازی کرده بودیم دست خط کش مستقیم خط میکشیم تا که صفاتر و کار منظمتر معلوم شود به این شکل. قسمت بغل تا که این قسمت را باید دیگه وصل کنیم و قسمت زیر قول را هم درست شود که ما هلال کنیم. اینجا 1 انچ بالا میریم از این 4 ما و به این شکل وصل میکنیم زیر بغل را. 5 انچ این قسمت را نشانی میکنیم از بالا تا قسمت بغل و 1.5 انچ اینجا را نشانی میکنیم و به این شکل هلال میکنیم. اما گولی یا هلالی زیر بغل بعد اسمیه. بعدا هم خط بغل را به کمر وصل میکنیم و اندازه هایی که ما از طریق امو یه حنقاق که است را میبینیم و نشانی کرده به این شکل دامن را نشانی میکنیم که چقدر کلانیش باشه و بغل را هم به این شکل کمر و بغل قدر فرقی نداره. فقط کمه که معلوم شود که بغل و کمر از هم دیگه فرق میکنه به این شکل اندازه گذاری میکنیم و دوباره پس اندازه گیری همه قسمت به این شکل که مو خط دامن ما درست تر بیاید به این شکل خط اندازی میکنیم و حالا هم خط اندازی کردیم و همیش هم تیار شد. حالا هم آماده قیچی زدن است و این هم شد کار پشت یه حنقاق ما. و اینجا میایم میبینیم که در کدام طرف درست یه حنقاق با ما میشه که ما پشت سر بیشوری ما یه حنقاق را بروش کنیم و به اون شکل انداخت نشد. به این شکل یک اندازه شما مشاهده کردین که تکی بیشوری کوتاه‌تر میباشه از تکی پشت سر و به این شکل هم بروش خورد. خب ببینید 3 انچ فرق میکنه از تکی پشت سر. خب کار حنقاقمو بالاتنش خلاص شد. حالا هم میایم سراستینش سین اندازه گذاری میکنیم که چقدر درازی و طولش میباشه و به این شکل میایم میبینیم که خب باید که 20 اینجا نشانی شود و چون که کف هم میه به خاطر کلانتر نشه ما این قسمت ها رو نشانی میکنیم. بعدا هم توسط او قسمت زیر قول رو هم 4 میگیریم، قسمت رو هم 3 انچ میگیریم
بعدا هم اینا رو به یکی دیگه وصل میکنیم. به این شکل 3 انچ رو به 4 انچ وصل میکنیم مثل یک هلال. و بعدش هم همین قسمت را که ما به ما دست آمده بود را خط مستقیم میکشیم به این شکل و ایره هم چرت میزنیم به این شکل. خب این هم فقط یک آستین ما می باشه و بعد از اینکه ایره ما برش کردیم توسط دیگه الگو یا ای پاتن ما میتونیم که دیگه هم دیگه توتیش را هم برش بکنیم. خب به این شکل ببینید ما 1 انچ را دیگه قسمت مانو و 2 الا 2.5 انچ را از او تکی پیشوی ما جدا کردم به این شکل. خب به این شکل جدا کردم. دوباره این ما قاط میکنم و میبرم تا که عمود قسمت را که ما چی کرده بودم جدا کردم و قسمت ها رو لای کنم و به این شکل ما اول قسمت سرشان رو وصل میکنم، بعد هم قسمت بغل را ایره ببینید ما لای کردم و دایش لای زدم و اتو کردم و به این قسمت به این شکل نیم انچ داخل قاط کردم و به شکل در میآید. این هم در پیشروی دوباره وصل میشه و بغل هم دوخته میشه. خب به این شکل ببینید چقدر ظریف و منظم دوخته شد. امول قسمت را که من 3 انچ برش کردم اولایی گرفتم پیشروی امو خود خنقاق میشه که جای تکمه و جای تکمه می باشه. خب به این شکل ببینید منظم و صفا. و این قسمت های زیر بغل زیر دامن را هم همیشه ماشین میکنم گردشه و منظم و این قسمت هم کمک چاک داره که همون قسم در خود یه خنقاق که بود نظر بمون دیزاینه که را هم همون قسم کردم و یه هم آستینش می باشه که 2 دانه آستین است و خب این هم کف آستین می باشه که یک اندازه از دانه آستین کرده خورتر می باشه. خب من ایره 5 الی 5.5 انچ می گیرم به خاطر که قدر دقیق دوختم میره و یک قسمت هم کم پلیت داده میشه به این شکل و ایره هم لایی میزنم و دوختش میکنم. خب کف آستین گرده یخن همش دوخته شد، تکمه هم دوخته شد داریش، فقط جا تکمه ایش مانده که او رو هم دشار برده و جا تکمه ای میزنم داریش و این هم شد یک دوخت منظم. اگر کسی که خواسته باشه به من در کومنت ها نوشته کنین و بگوین که اولش تو آمد، بعدا هم بگوین که اگر کسایی که مشکل داشتن در کف دوختن و گرده یخن دوختن یخن قاق برام در مسیج کومنت بتن، در کومنت ها برام بگوین که اگر خواستن ما برشان آماده کنم و از آماده کردن گرده یخن خود ویدیو بگیرم و به این شکل آماده شد. نظرهایتان همچنان دارم بتین و فالو هم داشته باشین و سابسکرایب کنین و لایک کنین و در کامنت ها همچنان نظراتتان بگوین. وقتتان بخیر، ممنونتان، انشالله مفید بوده باشه.